خیلی معذرت میخوام. حال تو چطوره؟ برو آقا. میخواستم بهتون بگم خیلی شبیه لیلا حاتمی هستی. میدونستی؟ وای آقا من شبیه هیچ کس نیستم، حوصله‌ام ندارم. باور کنین هستی. این یه متخصص داره بهتون میگه. خواستم بگم قدر خودتون رو بدید. با اجازه. آقا بله. شما تو کار سینمایی؟ من بدل سازم. یعنی چی؟ لیونل مسی رو میشناسی؟ آره فوتبالیست. خب این بدلشو من معرفی کردم. واقعا؟ اون نبوده فقط کیروش بوده، کریستیانو رونالدو بوده، موین خواننده بوده. و در نهایت مرد هزار چهره عباس جدیدی. عباس جدیدی؟ بله با عزت. آقا شما اول یه چیزی گفتین که من شبیه لیلا حاتمی. بله واقعا شبیه. شبیه. کمی اغماز. خب مثلا شما این بدلا رو میسازین چی میشه؟ دیگه واسه به جناب خودشون داره دیگه. واسه اینا هر کسی بیشتر تلاش میکنه، فالوور بیشتری پیدا میکنه، با بیشتر تبلیغات میکنه، بیشتر پول بیشتر گیرش میاد دیگه. بله. میشه یکم راجعش مثلا بیشتر صحبت کنیم؟ شما داشتین میرفتید خیلی عصبانی بودیم، من با تو همزاد داشتم میرفتم. منم متأسفم متاسفانه. نه خب تو راه اگه مسیرتون میخوره با هم دیگه مثلا حرف بزنید. من بیام. درآمد باشه بفرمایید اشکال نداره.